سلام عرض میکنم خدمت همه شما علاقه‌مندان به کامپیوتر و بالخصوص دنیای واقعیت مجازی. با یکی دیگه از ویدیوهای مرور به تکنولوژی از طرف شرکت آگیرا همراه شما هستیم. هدف این هستش که ما گفتیم که چون از اونجایی که جزو اولین شرکت‌هایی هستیم که دسترسی داشتیم به HTC Vive. همطور که میدونید HTC Vive لانچ شده از اوایل ماه اپریل و الان نسخه های مصرف کنندهش در حال ارسال برای مصرف کننده هستش، نسخه های کانسیومر ورژنش. ولی از اونجایی که ما خوب دسترسی داشتیم به این نسخه گفتیم که چه بهتر که حداقل یه ریویو فارسی داشته باشیم از این داستان، نشون بدیم که دستگاه چجوری کار میکنه، چه امکاناتی داره اگر شما خریداری بکنید و اینکه کلا یه اطلاعات کلی بدیم به کسانی که علاقمند هستن دستگاه رو تهیه بکنن یا به کسانی که کلا میخوان بدونن تو واقعیت مجازی چه خبر هست. من یه امکان خیلی خوبی دارم که همونطور که الان دارید میبینید صفحه داره ریکورد میشه و اون چیزی که توی دستگاه داره پخش میشه رو شما دارید میبینید. این چیز خیلی خوبیه این اتفاق و البته الان دستگاه خاموشه همونطور که میبینید، ولی خب به محض اینکه من شروع بکنم به استفاده که از الان میتونید داخل دستگاه رو مشاهده بکنید و همینطور با هم دیگه صحبت میکنیم و شروع میکنیم به استفاده، ببینیم که چیزای جالبی هست با هم دیگه میبینیم. خب من از این به بعد دیگه باید ایستاده باشم و دستگاه رو روی سرم گذاشته باشم و دیگه از توی هدست با شما صحبت میکنم و خلاصه بریم با هم دور بزنیم ببینیم تو چه خبر. خب خب به نظر همه چی آماده است. خب همینطور که میبینید دو تا کنترلری که دستگاه باهاش میاد و بیس استیشن هایی که هستن داخل دستگاه دارن ترک میشن و از طریق چشم دیده میشن. خیلی امکان خوبیه برای اینکه خودتون رو گم نکنید. میبینید که کجا هستید و من الان میتونم اینا رو بیام و بردارم و وقتی که براشون میدارید قشنگ توی دستتون حسشون میکنید. فرمی که توی VR هست، البته من اینو توضیح بدم اولش که شما وقتی که کلا HTC Vive رو روشن میکنید، وقتی که متصل هستش به استیم VR، از توی کامپیوتر میبینید که یه صفحه نمایش داده میشه به اسم استیم VR از توی استیمی که شاید باهاش آشنا باشید و از همون جایی که استیم VR ران میشه داخل صفحه نمایش شما دیگه میتونید یه تجربه رو داشته باشید، هرچند که محیط خیلی خالی هست ولی محیط خیلی خالی نمایش داده میشه و این خوبیه که خوبیای این دستگاه است که شما یه تجربه میشه گفت بدون انقطاعات سیملسی دارید توی VR. یعنی اگه بخواید بین برنامه‌ها سویچ بکنید اینجوری نیستش که صفحه تاریک بشه مجبور بشید هدست رو بردارید. در لحظه‌ای که هدست رو روی سرتون قرار میدید همه چی میبینید و این خودش خیلی امکان خوبیه. خب من برم سراغ اصل ماجرا. و این کنترلرها هستن، میبینید که من وقتی که شروع میکنم دکمه ها رو فشار دادن این به راحتی اینجا دیده میشه، یا این ترک پدی که روی کنترلر هست به من نشون میده که دارم کجای کنترلر رو لمس میکنم. دکمه هایی که روش هستش همش قابل درکی که چجوری کار میکنه. خیلی هم خوب داره ترک میشه. من الان فقط نکته مهم اینه که چون فضا محدود هستش توی در حقیقت میشه گفتش که محیط روم اسکیل ستاپ نکردم و میتونم جابجا بشم، ولی خب فضا اینجا محدوده، ممکنه به دیوار و اینها بخورم. میبینی که روی هدست یه دونه دوربین اینجا هست قرار داره. از این دوربین خیلی راحت میشه استفاده کرد. روی دسته کنترلر دکمه ستینگز اینجا هست. وقتی اینو فشار بدین وارد محیط ستینگز میشیم. الان به صورت دسکتاپ، به صورت عادی این صفحه خود استیم میاد که نسخه VR استیمه. میتونم انتخاب بکنم قسمت‌های مختلف و برنامه‌هایی که دارم از توی لایبرری انتخاب میشن. از توی دسکتاپ میتونم برم و میتونم ببینم محیط دسکتاپ هم چجوری هستش و میتونم قشنگ با کامپیوتر کار بکنم. یعنی الان اگر یه برنامه‌ای رو انتخاب بکنم، مثلا فرض بکنید بخوام مثلا برم توی مثلا یک فولدری
امکانشو دارم. یه ذره سخته کلیک کردن، ولی خب به راحتی میتونید با کامپیوترم کار بکنید. البته واسه این کاری نرم افزاری هست به اسم ویرچوال دسکتاپ که من اون رو ترجیح میدم، ولی خب خود استیم امکانو گذاشته که بتونید کار بکنید. اینجا میبینید که یک در حقیقت ویوی که دوربین شما داره میبینه رو اینجا میتونید نگاه بکنید. من اگر یه دابل کلیک روی دکمه ستینگز انجام بدم میتونم اینو به صورت اوورلی توی اطرافم ببینم. حالا یه حالت استایلاایز شده هم داره که در حقیقت یه حالت کارتونی بهش داده، ولی خب این در حقیقت همون فید ویدیویی هستش که دوربین داره. و خب برای اینکه مثلا به دیوار نخورم الان میبینم که اینجا دیواره، یعنی وقتی هدست سرمه هم میتونم ارتباط برقرار بکنم با محیط اطراف که خودش اتفاق خیلی خوبیه. پس هر وقت که تو محیط وی آر بودم با فشار دادن این دکمه میتونم ببینم که اونجا چه خبره. خب بریم سر اصل ماجرا و ببینیم که کلا چه نرم افزارهایی وجود داره. من نرم افزاری که میخوام بهتون دمو بکنم براتون همون نرم افزار لبی هستش که خود شرکت والو آماده سازی کرده و توش چیزای خیلی جالبی هست. از امکاناتی که توی وی آر میشه استفاده کرد مقدار زیادیشو نمایش دادن و بریم ببینیم که چه خبر هست. یه لایبرری نرم افزار لب رو ران می‌کنیم و دیگه میتونیم منتظر باشیم ببینیم تا ران بشه. می‌بینید که حتی محیط‌های دمو هم محیط‌هایی هستن که شما قطع نمیشه تصویرتون. میتونید که لحظه‌های لودینگ هم ببخشید لحظه‌های لودینگ هم میتونید که یه تجربه حتی داشته باشید. خب این آدمک‌های جالب پاکت یونیورس لب هست، وایب هست. دمو رو شروع میکنم. خب ترک پدایی که روی دستم هستش رو اگه فشار بدم میتونم به جایی که دلم بخواد تلپورت بشم. من مقدار صدای اینو کم بکنم تا که شما هم بتونید صدای من رو هم در کنار صداهایی که میاد بشنوید. خب بذار ببینم میتونم صداش کنم بیام. درست. Experiment Joule Lambda is now available. Object retrieval training underway in Pocket Universe Lab 8. Yes. این دموی خیلی خوبی هستش که خود شرکت والو آماده کرده برای اینکه تقریبا یه رفرنسی باشه برای طراحا که میخوان نرم افزار وی آر رو طراحی کنن بتونن میشه این دمو رو ازم نشون داد. من چیزایی که خیلی دوست دارم نشون بدم یکیش حالا میریم سراغ دموهای مختلف. من جوکم رنگی که میخوام بشارم Please report for immediate network expansion in Pocket Universe Lab 21. Evidence dispersal engineers, please report to Pocket Universe Lab 8 in advance of the authorities. Technicians needed for introduction of dark matter in Pocket Universe Lab 106. اولین دمویی که خیلی دوست دارم بهتون نشون بدم دموی محیط‌های مجازی هستش که خود می‌تونم اینو بذارم اول کنار از کار
نکته جالب اینجاست که من الان احساس میکنم که درست جهت وایسادنم درست نیست، ولی بر اساس این دوتا نقطه بیس استیشن میدونم که الان اینجا باید میزم باشه. یعنی من الان اینجوری وایسام الان قاعدتا روی دوربینم، ولی هر موقع آدم گم بکنه میتونه دوباره این دکمه رو فشار بده و الان شما دارید منو میبینید. خب که اتفاق بود. خب یک محیط اسکن شده از روی یک محیط واقعی که واقعا این حس به شما میده که شما تو این فضا هستید. میتونید تا جایی که آزادی عمل دارید راه برید، یعنی اگه فضای من فضای بازتری بود حتی میتونستم خیلی بیشتر راه برم، ولی خب الان مجبورم که تو جاهایی که محدودیت دارم تلپورت بشم، بقیه‌اشو میتونم خود راه برم. بذار بریم ایدونم اونجا بازی کنیم. ببینیم که کجاها میتونیم بریم. زاویه شمالی اینجاست. واو. ببینید که کل محیط کوه سه‌بعدی مدل سازی کردم. فکر می‌کنم غیر از اون فضاهای خیلی دورش این فضا مدل سازی شده است همش، چون قشنگ حس سه‌بعدی داره. دیگه اون طرفتر خبری نیست. اینجا کناری ترین نقطه است. خب بریم دوباره به محیط لب. با فشار دادن دکمه میتونم این کره رو دوباره ظاهر کنم. اگه بگیرم رو سرم بذارم Welcome back, test traveler. Some voice then. ببینید که فضای سه‌بعدی میتونه اینجوری مدل سازی بشه و با این مدل سازی خوب از یه فضا شما میتونید قشنگ حس حضور توی اون فضا، توی اون محیط رو به اون فردی که داره این تجربه رو میکنه القا بکنید. انگار شما واقعا توی این فضا وقتی میاد میبینید حس میکنید که قبلا اینجا بود. به نظرم خیلی امکانات زیادی میتونه داشته باشه تو عرصه توریسم.
برای اینکه افراد ببینن که واقعا این فضایی رو دوست دارن برن تجربه بکنن تو فضا باشن. و یه وقت کسایی که واقعا توانش ندارن که خیلی از جاها رو بخوام برن و تجربه بکنن میتونن با هزینه خیلی کم جاهای خیلی بزرگ رو ببینن، جای قشنگی ببینن. Pocket Universe Lab 8 has concluded an experiment. Congratulations, test traveler. دموی بعدی که میخوایم ببینیم دموی آموزشی است، از کاربرد آموزشی این فضاست. خب می‌بینیم که الان اینجا منظومه شمسیه و سیارات مختلف هستن و در حال گردش هستن دور خورشید. زمین سیاره نیست. ببینم شما کجایی؟ اینجاست. نمیتونیم زمین رو جلوی مقایسه کنیم. این در کنار مشتری با هم مقایسه شده، نه در کنار زحل. زمین رو بکنیم زحل. تقریبا از این لکه قرمز است. اون تیکه انفجاره کیهانی شده، انفجاره خورشیدی شده. یه دموی دیگه هم که میخوام Test traveler of Pocket Universe Lab 8 has successfully survived an experiment. حالا دموی پزشکی هم ببینیم، بعدش دموی تیراندازیش هم ببینیم که چیز جذابیه. اینجا بدن انسان هست و من میتونم که کوشین رو هر کدوم کلیک بکنم میتونم اسکن بدن رو توی اون فضا ببینم. یعنی الان جمجمه این یه سکشنی هستش که گوشت و پوست و یه سی تی اسکن احتمالاً شما میتونید سکشناشو ببینید. یه مدل سه‌بعدی از اون قسمت از بدن. یه جوری الان سی تی اسکن مغزه. امکانم میتونه مدل دقیق تری هم باشه، ولی خب برای نشون دادن اینه که چه کاربردی میتونه داشته باشه. روده بزرگ معلومه از این چه. Test traveler has successfully returned in Pocket Universe Lab 8. Congratulations, test traveler. Thermodynamics lawyers needed for dimensional development.
الان مشخصه باید چیکار کرد. شروع کنیم بازی رو ببینیم کنیم. می‌خوام بقیه‌ایش ما اینجا داشتیم. رسیدن که به کلاهشون تیر بزنن کنه کلاهشون اصلا درگیر سرش باید آتیش زد. ای بابا آتیش گرفت. آتیشش می‌زنی مثل اینکه بهت امتیاز نده. بهت امتیاز نده. ای بابا زیدی بزن. این بازی رو من الان بهتون نشون بدم اینه که ببینید چقدر آروم میشه واقعا تعامل برقرار با محتوا. این واقعا شما به نظر من یه جورایی میشه گفت ای بابا خطرناک شد. کجایید شما؟ اینجایید. خواهش میکنم. بله اینجوری خلاصه این
تجربه‌ایه که اگر واقعا توانش رو داشتید سعی بکنید، یعنی یه جای دیدید که این دستگاه هست، دسترسی بهش داشتید، حتما تجربه بکنید. من پیشنهاد میکنم بهتون، چون واقعا خیلی قشنگ و خوش‌تنی. خب میتونیم برگردیم خونه. Test Traveler has survived a relic expedition in Pocket Universe Lab 8. این خلاصه یه دموی از اتفاقایی بودش که میتونه توی واقعیت مجازی بیفته و اینو کجایید شما باز و خلاصه چیزی که من قصدم از این انجام دموی بودش که اولا هم این دموی لب خیلی دموی قشنگیه، اینو شما ببینید، همین که ببینید که واقعا چه قابلیت‌های زیادی و چه پتانسیل زیادی واقعیت مجازی میتونه داشته باشه تو عرصه هم تو عرصه آموزش، هم تو عرصه توریسم، هم تو عرصه بازی و به نظر من پتانسیلی که وجود داره خیلی بالاتر از حدی هستش که به اون یه خیلی مثلا کوچیک ما فرضش بکنیم و بعدش ایگنورش کنیم. حتما دنبال بکنید بقیه ویدیوهای ما رو. اگر دوست دارید که بقیه ویدیوهای ما رو ببینید میتونید که ثبت نام کنید توی کانال و ویدیوهای بعدیش جای قشنگ‌تری رو بتونیم باز دوباره بهتون نشون بدیم و مثلا مشترک‌تر بشید و تا از اخبار واقعیت مجازی با خبر باشید. متشکرم از اینکه با ما بودید. خدا نگهدار.